کارکرد دستگاه دو هد سابلیمیشن رو داریم میبینیم. چرا از اونا داری فیلم میگیری؟ بیا اینجا این دستگاه بهت معرفی کنم. جای اون دوتا دستگاه کار میکنه، جای یه دونه دستگاه مثل اونا رو اشغال میکنه، سرعتش هم اندازه دوتا دستگاهی که فیلم میگرفتیه. بیا در موردش بیشتر اطلاعات بدم. این دستگاه وقتی یه چیزی جلوی کارکرد کریجو بگیره خیلی سریع وای میسه و خرابی و جلوگیری میکنه از خرابی دستگاه. نگاه کنید با تماس کوچیک دست من کریج وایساد و میتونیم حالا اگه مشکلی پیش اومده بود اون مشکل رو برطرف کنیم، استارت کنیم و دستگاه دوباره شروع به کار بکنه. تو این دستگاه سنسور تشخیص تموم شدن جوهر رو داره. ما هر کدوم از جوهرامون که تموم بشه، هر کدوم از این چراغ‌ها که مربوط به هر رنگی میشه روشن میشه، به ما هشدار میده که رنگ اون مخزن در حال خالی شدنه و باید شارژش کنیم. خیلی‌ها بهتون میگن 1000 متر دستگاهمون جمع میکنه، ولی این 1000 متر واقعی نمیشه. ببینید چقدر خوب و تمیز رول‌های 1000 متری و در حال پیچیدنشه که با استفاده از این دنسرها، این سیستمی که اینجا قرار دادن، این امکانو به ما میده که رول‌های سنگین 1000 تا 1500 متری رو راحت با این دستگاه بپیچیم. این دستگاه سنسورهای حرارتی برای خشک کردن پرینتر ما داره. وقتی که پرینت گرفته میشه میاد اینجا، توسط این فن‌هایی که اینجا هستن پرینتمون خشک میشه. به این دستگاه برند گرندو 4 هد. برای خرید این دستگاه مشاوره خریدش میتونید با شماره‌ای که تو کپشن براتون قرار میدیم در ارتباط باشید.